بعد از 30 سال توجیکستان با تأسیس یک کمیسیون ویژه تلاش دارد مرزش را با کشور افغانستان از نو مشخص و علامت گذاری کند. این دو کشور 1347 کیلومتر مرز مشترک دارند و خط مرز دریای پنج است. مسئله مرز افغانستان و تاجیکستان تا حال بحثی را به وجود نیاورده است. مقامات تاجیک میگویند مرز بر اساس خط آبی 5 مقرر شده است که در پی به هر سو غل خوردن قطعه بحثی را به میان میآورد. مثلا در ناحیه همدانی و ناحیه فرخار و گاه آب به طرف تویسان میاد در نتیجه و گاه به طرف افغانستان و آن زمینه‌ای که موافق خریطه در تویسان هستند زیاده از 1000 کیلومتر کواردیتی بعضا در طرف افغانستان میمونند. ضرورت دوباره تشخیص و علامتگذاری در مرز این دو همسایه کشور بعد عوض شدن نظام سیاسی افغانستان و مستقلیت تاجیکستان پیش آمده است. جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال شد و جمهوری دموکراتیک افغانستان به جمهوری اسلامی افغانستان مبادله یافت و در مجموع ما باید که بار دیگر این علامت‌های سرحدی را بار دیگر ما باید که در محل همچون کار ردیمارکاسیونی گذارونیم و خط سرحد معین کنیم. تاجیکستان و افغانستان نزدیکی 120 سال پیش میانی هم مرز نداشتند. تحلیلگران میگویند با آنکه در سال 1897 با موافقه روسیه پادشاهی و بریتانیای کبیر رودخانه 5 مرز امارت بخارا و افغانستان شناخته شد، سرحد چندان مستحکم نبود و رفت و آمد ساکنان دو کشور بدون مشکل ادامه داشت. وقتی که جنگ شروع شد و جاسوسان ها کوشش کردند که از حساب اون به اصطلاح باسمچی هایی که یا که مهاجرهایی که از آسیای میانه به افغانستان رفته بودن میخواستن که از اینا استفاده کنن و قوه تشکیل کنن و بعدا به آسیای میانه هجوم کنن، اینها یک اخطار بسیار شدیدی از طرف رهبریت شوروی به افغانستان شد و آنها مجبور شدند که از این طرف هم سرحد مستحکم شود و از اون طرف هم به این تخریبکاری اون جاسوسان اجازه دیگر ندهند. و تاکید تحلیلگران تلاش دوباره تاجیکستان برای مشخص و علامتگذاری در مرز با افغانستان میتواند برای امنیت هر دو کشور مساعد باشد. با اشاره به این افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرов میگوید گروه‌های افراطگرا در هر دور و زمان میتوانند از این جزیره‌های بین این دو کشور استفاده کنند. تثبیت کردن سرحدها هم برای تاجیکستان و هم برای افغانستان البته مهم است که هیچ جای بحث و مناظره نباشد و کشورها میدونن که این حدود کدام کشور است و باید امنیتش درست‌تر بگیرد. تحلیلگران هم میگویند با آنکه تاجیکستان کار را در این سمت شروع کرده است، افغانستان در این شب و روز بیشتر سر مسائل امنیتی داخلیش فکر میکند. ما اینا میدونیم که افغانستان بین کشوری هم کلان است و هم زمین های نوکاران خیلی زیاد دارد، بخصوص در قسم شمال. از این نقطه نظر برای افغانستان هیچ پرابلم و مشکلات نیست و ما با یکدیگر شاید که گذشته هم کنیم. دریای پنج شروع از بدخشان تا ختلان مرز را تقسیم می کند و با همراه شدن با رودخانه وخش نام امو را می گیرد و به بحر ارل می ریزد.